بازار کنیم ما برای کی رای بدیم سر کی اطمینان کنیم بیادر ای که میگن صلح ای که 500 صلح شد کلش قصه مفت است بیادر چرا امروز کل نیروی امنیتی ما بیادر سایکو قصاب دکاندار اینمی مردم شهید شدن از این مقام بالا یک تا کسی شهید نمیشه غیر کیس اردوز پلیس است امنیت است کراچیوان دکاندار است از مقام بالا اگه کسی شهید شود میگم حالا این تو فلانه است گفتنی به طالبان چیست؟ گفتنی ما از اینی بیاد چی بگویم ما طالبان هیچ گفتنی ندارم بیاد همین دل ما در گرفته بی فایده است شب ما از 1 بجه بیاد تا 5 بجه دستای خیرخانه که بودیم بیاد جنگ چی بود تا 4 صبح از خانه از ترس نمیتونستیم برآمدن چی که از ترس طالب بلیاز خدا یا 4 دروازه مقام از کجا میاد او رئیس اجرایی او رئیس جمهور ما سر تو چی تقاضا کنیم از چی تو از ما چی تو ما اطمینان کنیم که والا بگیم این تو میشه اون تو میشه مارش مارش سایسه برای دیگه گزارش هست میتن اینجا دکان ماست داریم در دکان میایم همینجا پیش دکان شیشته بودیم دیگه ساعت نگاه نکردیم ساعت چند بجه ساعت 9 بود فکر کنم همینجا شیشته بودیم که یک انفجار اینجا یک صدا آمد فهمیدیم صدا بلند شد دیگه خود ما نفهمیدیم در زمین افتادیم خب یک وقت سعی میکنیم که آموز اینجا دید بلند شد فهمیدیم مقصد خود ما جای رسیم خسارات مالی زیاد دیدیم دیگه از تلفات نفر ما اینجا دیدیم که نیروهای امنیتی آمدن از اینجا تکه پارچه گوشتی آدم جمع میکرد نبود فهمیدی دیگه خود ما نفهمیدیم دکانای ما خراب شد تلفات دیدین چقدر تلفات ما موقع دیدیم که گوشتی آدم جمع میکرد نفرای امنیتی آمده بود دیگه نفری که از این ساها ما ندیدیم که جنازهش بالا کرده باشه خود ما رفتیم گریختیم داخل سرای فهمیدی که غواړئ د افغانستان تازه خبرونه مستند فلمونه هنري او نورې ویډیوګانې وګورئ نو د پژواک یوټیوب چینل دلته سبسکرایب کړئ پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره